سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من مسعود دریایی هستم و این اولین ویدیوی من در حوزه سوشال مدیاست. من دارم مدارک آکادمیک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی کشتی سازی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستم و تو این حوزم در حال حاضر مدیر شرکت شناورسازی هستم در جزیره زیبای قشم که تولید کشتی‌های فایبرگلاس باری و صیادی کوچک مقیاس برای تجارت در آبهای بین‌المللی رو تولید میکنید. تو همین حوزه بنده به عنوان نماینده کشتی سازان سنتی صیادی ایران در قاره آفریقا به اصطلاح شناخته میشم و با کشورهای سیشل، ماداگاسکار، موریتانی و بقیه کشورها دارالستدهای تو اون حوزه داریم. و جالبه براتون بدونید من سابقه حدودا 9 سال کاسبی رو دارم که از شاگردی شروع کردم. دستفروشی در بازار بندرعباس، دستفروشی در مترو تهران، مغازه با شراکت، مغازه خودم، تک فروشی و در نهایت به عمده رسیدیم که تو این زمینه دادستد با حوزه خلیج فارس با بازار چین. شاید براتون جالب باشه من سال 95 زمانی که دست فروش بودم اولین سفارش عمدم رو از چین تو زمان دست فروشیم اولین سفارش عمدم رو از چین، البته تک محصول رو یادمه برای اولین بار ثبت کردم و تیراژ خیلی بالا، جایی که شاید اون زمان عمده فروشا با اون تیراژ جرئت نمی‌کردن محصول رو سفارش بدن که آوردم. سود خیلی خوبی هم داشت. یادمه اولین محصولم، اولین سفارشم از چین واقعا نقطه عطف به اصطلاح کاسبی من بود. شاید براتون جالب باشه همکارانی که داشتم در واقع به عنوان نیرو در کنار خودم پرورش دادم بیش از 80% از گردن کلفت‌های کاسبی شدن. خیلی هاشون دارای برند تخصصی خودشون هستن. یکی دو تاشون من امروز با یکیشون صحبت میکردم، چین خودش اصلا یه نیرو مستقر چین دارن برای فقط تولید برندشون. همه اینا رو گفتم که متوجه بشین که خاک این بازار و اقتصاد رو خوردم و الان اومدم صادقانه تمام تجربیاتم رو تو این حوزه در اختیار شما بذارم که بتونیم انشاءالله در کنار هم روزهای خوبی رو داشته باشیم. این قول رو میتونم بهتون بدم که اگر نکاتی که من در اختیارتون میذارم مو به مو در کنارم باشید و مو به مو رعایت کنید، هوشمندانه عمل کنید، سال آینده این موقع قطعاً شما شغل دومی خواهید داشت، درآمد دومی خواهید داشت که 10 برابر شغل اولتون از اون درآمد دارید. خب این ویدیو رو، این کانال رو سابسکرایب کنید که انشالله بتونیم در کنار هم پیشرفت‌های همدیگه رو ببینیم و لذت ببریم.